سلام، ابراهیمم از ولف کد. یه بررسی کنیم کرنل لینوکس و اسکیجولارش رو ببینیم چه زحمتایی برای اسکیجولارش کشیده شده. از اینجا شروع کنیم که هر پردازه ای که میخواد وارد از سی پی یو استفاده کنه وارد پولایسی میشه. پولایسی بهش یک اسکید میده. اسکید میتونه، این اسکیدی که میده میتونه آر باشه دیگه، اسکیده میتونه FIFO باشه و اسکیده میتونه نورمال باشه. خب بعد این اسکیده اگر آر باشه یا FIFO باشه وارد پردازش ریل تایم میشه. پردازه ریل تایمه، پس وارد پردازش ریل تایم میشه و تایم. خب اینجا بذارم. اگه پردازش ریل تایم باشه بدون توجه به پردازه های دیگه اول از همه این پردازه اجرا میشه. این پردازه هایی که ریل تایم هستن، یعنی اسکید آر و اسکید FIFO بهشون داده شده. اسکید آر همون راوند رابین هست، زمانبند راوند رابین هست و اسکید FIFO زمانبند فرست این فرست اوت هستش. فرست این فرست اوت اینجوریه که اون پردازه تا تموم نشه، تا سی پی یویی که میخواد رو مشغول نکنه و ازش استفاده نکنه، به بقیه اجازه تخصیص سی پی یو نمیده. ولی راوند رابین خب اینطور نیستش و وقفه ها درش کمتره. این از این دوتا. ولی زمانبند نرمال، پردازه هایی که نرمال هستن چطور زمانبندی میشن و از چه زمانبند الگوریتم های زمانبندی برای زمانبندشون استفاده شده؟ در اول از اووان در کرنل لینوکس استفاده میشد. همونجور که از اسمش پیداست اووان بوده، برای اینکه میخواسته عدالت رو کاملا میخواسته بگه که دارن برقرار میکنن. و تا نسخه 2.6 کرنل لینوکس از اووان استفاده میکرد. حالا اووان به چه شکله؟ اووان دو تا صف در نظر میگیره برای پردازه ها. یک صف فعال یا اکتیو و یک صف اکسپایر. امیدوارم که درست بنویسمش. پردازها وارد صف اکتیو میشن و در اینجا قرار میگیرن و هر پردازه یک عددی به نام نایس داره. این نایس از یونیکس گرفته شده. نایس یک عددیه بین -20 تا 19. هر پردازه نایس میگیره و وارد اکتیو میشه. وقتی که بر اساس این نایس هر پردازه‌ای که نایس کمتری داشته باشه اولویت قرار میگیره و سی پی یو بهش تخصیص داده میشه، البته به اندازه تقریبا نایسی که داره بهش بر اساس زمان میلی ثانیه بهش سی پی یو تعلق میگیره و وارد پردازه وقتی که سی پی یو تعلق میگیره بهش، بعد که تموم میشه زمانش وارد صف اکسپایر میشه. حالا یا خارج میشه کلا، سی پی یو دیگه لازم نداره، یا وارد صف اکسپایر میشه. پردازه ها دونه دونه از صف اکتیو وارد صف اکسپایر میشن و خب این جابجایی توی اووان بین دو تا صف وجود داره. بعد از اینکه همه پردازه ها صف اکتیو خالی شد، همه وارد صف اکسپایر شدن، حالا صف اکسپایر تبدیل میشه به صف اکتیو و دوباره برعکس این پردازه ها اجرا میشن همین شکلی. خب از لحاظ فیرنس یا عدالت، خب میشه گفت ادعای این رو داره که عدالت رو برقرار کرده و میشه گفت تا حدودی هم واقعا برقرار کرده. استارویشن یا گرسنگی ممکنه اون نایسی که داره داده میشه به پردازه 19 مثلا اگه باشه، اون پردازه اینقدر کم اجرا میشه که خیلی گرسنه ممکنه بمونه. برای همین گرسنگی
توش وجود داره. پرفورمنس اووان هست و این پرفورمنس خوبیه واقعا، ولی خب این که دو تا صف وجود داره و این پردازه ها بین این دو تا صف هی دارن منتقل میشن، درج میشن تو اون صفحه دیگه، باز دوباره درج میشن تو اون صفحه دیگه، این یه خورده اذیت کننده است. خب به خاطر همین اذیت کنندگی بعد از کرنل 2.6 از الگوریتم زمانبندی CFS استفاده شد. خب CFS اومد که این مشکلات رو کمتر کنه. از یک درخت استفاده میکنه CFS به نام RD3 یعنی Red Black Tree که همطور که میبینیم هر پردازه درون این درخت یک اشارهگر به فرزند چپ، یک اشارهگر به فرزند راست، یک اشارهگر به پرنت، یک رنگ یا کالر و یک عدد ویران تایم داره. حالا این ویران تایم بهتون توضیح میدم. اول در مورد کالر بگم، کلا یه مثال بزنم. فرض کنین همین که یک هست، ویران تایمش یک هست، اجرا بشه. اول اینکه هر کدوم که ویران تایم کمتری داشته باشه در سمت چپتر این درخت قرار میگیره و اولویت پردازش با اونه. خب این که ویران تایمش یک هست اول اجرا میشه و ویران تایمش آپدیت میشه. مثلا فرض کنین حالا این آپدیت فرمول داره، یعنی کلی عمل روش انجام میشه و محاسبه میشه ویران تایم. اما فرض کنین مثلا 9 بشه. ویران تایم که 9 میشه برای درج دوباره این پردازه داخل این درخت از جستجو دودویی استفاده میشه. خب 8 و 17 رو داریم به اضافه هم 25 تقسیم بر 2 12.5 و 9 از 12.5 کمتره، پس در قسمت چپ این درخت باید این پردازه قرار بگیره. از پایین شروع میشه پردازه 6، پردازه که ویران تایم 6 هست قرار داره. این پردازه که ویران تایم 6 هست به عنوان کارنت در نظر گرفته میشه. آیا کارنت بیشتر از 9 کمتر از 9 هست؟ بله، چون ویران تایم کارنت از ویران تایم پردازه‌ای که جدیداً میخواد درج بشه کمتر هست، پس این کارنت میشه پرنت یا پدر و این 9 در اینجا قرار داده میشه و با رنگ قرمز رد. کالر پیشفرض رد. بعد از اینکه اینجا قرار داده شد چک میشه که آیا کالر کارنت با کالر پرنت آیا یکی هست یا خیر. چون یکی هست، الان هر دو رد هستن، چون نباید هر دو رد باشن، باید مخالف هم دیگه باشن. چون این هم رد هست پس ریورس انجام میشه و درخت یه بار ریورس انجام میده و این نوع از اینجا انتقال داده میشه به اینجا با کالر رد و این درخت همیشه متعادل میمونه با این فرایند درج. خب ویران تایم من بگم بهتون، نشون بدم داخل کد. ویران تایم خب. من لینوکس کرنل لینوکس 54 رو دارم در فایل fir.c. ویران تایم خب پیاده سازیش تو کل این فایل fir.c هست و پیاده سازی بسیار بزرگی داره، همه چیز در نظر گرفته شده در محاسبش. اما به صورت کلی بخوام بگم یکی مین ویران تایم هستش که قابل توجهه، یعنی ویران تایم اولیه‌ای که به پردازه داده میشه یه عدد بسیار منفیه، یعنی آنسایند اینت 64 منهای لانگی که 20 اینت لفت شیفت شده و به این عدد منفی بسیار زیاد رسیده و به خاطر این هست که سرریز نکنه، چون ویران تایم هر بار آپدیت میشه و اضافه میشه بهش. حالا اینکه ویران تایم چه شکلی محاسبه میشه گفتم پیاده سازیش زیاده، ولی کلیت این شکلی در نظر میشه گرفتش که زمانی که از وی خیلی چیز میبره، از وی خیلی استفاده میکنه. حالا این وی یا وزنه از کجا میاد رو بهتون نشون میدم. این وی دقیقا از همون نایسه میاد و اون نایسه هنوز ارسیه‌ایه که یونیکس گذاشته و از بین نرفته، به این شکل که این نایس از همون منفی 20 تا
حالا 15 19 و 15 اینجا وجود داره تبدیل به وی میشه. با این لود وی که اینجا هست 10 24 ضرب در 1 و 25 به توان منفی نایس تبدیل به وی میشه، به صورتی که مثلا منفی 20 ویش میشه 88761 الی آخر. و این نایسه تاثیر خودش رو روی وی میذاره و وی یا وزن هم روی ویران تایم میذاره و ویران تایم هی افزایش پیدا میکنه. این از این. و فیرنس یا عدالت CFS. CFS به عدالت دوباره نزدیکتر شده و خب عدالتش برقرار هست تقریبا میشه گفت. استاریشن یا گرسنگی، این مثلا اینکه ویران تایمش در این تصویر 27 شده، خب چقدر طول میکشه که بهش CPU برسه؟ این ممکنه زیاد منتظر بمونه و هنوز استاریشن وجود داره، گرسنگی وجود داره، ولی از قطعا از اووان کمتره. پرفورمنس از لحاظ اینکه درجه جستجو دودویی پرفورمنس زمانیش، پیچیدگی زمانیش اوی لاگ n هست که از اوی وان یه خورده شاید این اوی لاگ n تو ذوق بزنه و اینکه شاید بهتر شاید بتونه بشه. در سال این از CFS در سال 1995 این آقا و حسین عبدالوهاب Earliest Eligible Virtual Deadline First رو پیشنهاد دادن EEVDF و از کرنل ریلیزش نسخه 6 EEVDF جایگزین CFS شد. EEVDF این مشکل رو که CFS این درجه دودویی داشت و این درختی که یه خوردی پیچیدگی اون لوگ n رو داره رو میخواست برطرف کنه. یک صفحه خیلی ساده رو پیشنهاد داد EEVDF به این شکل که پردازها وارد این صفحه میشن، این صفحه ران تایم، و هر پردازه یک الیجیبل داره، یک مقداری به نام الیجیبل داره و یه مقدار هم به نام ویرچوال ددلاین داره. ویرچوال ددلاین و به این شکله که هر پردازه اگر الیجیبل باشه ممکنه الیجیبلش ترو باشه، یعنی توی مقایسه ای که الیجیبلش وجود داره یا نه الیجیبل باشه. مثلا دو تا پردازه الیجیبل هستن، این دو چند تای دیگه الیجیبل نیستن. حالا تو کد بهتون نشون میدم الیجیبل چیه. ویرچوال ددلاین اونی که کمتره خب فرست قرار میگیره، در اولویت قرار میگیره و سی پی یو به اون اختصاص داده میشه. بعد از اون دوباره الیجیبل و ویرچوال ددلاین آپدیت میشن و دوباره همین منوار الیجیبل چک میشه و ویرچوال ددلاین کمتر بهش سی پی یو اختصاص داده میشه. حالا الیجیبل چیه و ویرچوال ددلاین چی هست؟ الیجیبل و ویرچوال ددلاین هم پیاده سازی بسیار گسترده‌ای دارن، تو توابع مختلف در نظر گرفته شده محاسبهشون. اما به صورت کلیتی اگه بخوام بگم الیجیبل از AVG ران تایم کل استفاده میکنه، یعنی ویران تایم کل پردازه ها محاسبه میشه، اوریجش میانگینش حساب میشه و این اوریج اگر ویران تایم اون پردازه از ویران تایم میانگین کمتر باشه اون پردازه الیجیبل هست. البته الیجیبل یه مقدار هستش، حالا که میگم الیجیبل هست دقیقا یعنی همین این شرطه که ویران تایمش کمتر هستش از ویران تایم میانگین، این پردازه میشه الیجیبل. ویرچوال ددلاین میشه زمانی که تا الان سی پی یو رو مشغول کرده و ازش استفاده کرده به علاوه دوباره وزن. میبینیم اینجا که اون نسبت وزن به وزن کل، البته میبینیم اینجا که این وزنه و اون وزنی که توی
حالا CFS بود و ویران تایمی که توی CFS بود هنوز هم توی پیاده سازی ازش استفاده شده، تو پیاده سازی EVDF و وی هم همون وی هستش تو نسخه 6.6 به بعد و در EVDF. ولی خب از لحاظ پرفورمنس خیلی از یه درخت بهتره و اوی وان هست. از لحاظ پیچیدگی زمانی فیرنس یا عدالت خیلی خوبی داره و استارویشن یا گرسنگی هم خیلی کمتر شده. تقریبا میشه گفت که نیست شده، یعنی همچین گرسنگی وجود نداره، تقریبا میشه گفت خیلی از لحاظ گرسنگی بهتر شده. این هم EVDF. چیز دیگه ایمون که بهتون بگم، بله در مورد نایس این رو نگفتم که نایس رو میبینیم که تو همه زمان بندها باز هم تاثیرگذار هست. نایس رو با ست پروریتی یا تابع خود نایس توی لینوکس میشه کنترل کرد، یعنی همه چیز کرنل قابل کنترل هستش. در مورد این صفحه ریل تایم هم باید بگم که یه پچی وجود داشت برای اینکه مدیریت این پردازه ها بهتر بشه. یه پچ جدایی از کرنل وجود داشت به نام پرینت RT که ریل تایم فرندلی میکرد کرنل رو و این پچ به کرنل تو نسخه 6.6 به بعد اضافه شده و قابل فعال سازی. این پرینت RT کاری که میکنه مدیریت این ریل تایم بودن رو و مدیریت وقفه ها رو این امکان رو میده به کاربرها. و اگر خواستین و کامنت کنین برام تا این پرینت RT رو هم سوی کد براتون نشون میدم و بگم که چه کاری کرده و چه قابلیت هایی میتونه به کرنل اضافه کنه. در آخرم یه تشکر بابت این همه زحمتی که توسعه دهندگان کرنل لینوکس انجام دادن میکنم ازشون و تا یه ویدیو دیگه فعلا.